10 جنایت وابسته به زیرآوری در عائله دوام 11 ماه آخر در شهر خوجند به قید گرفته شده است. در این باره گلستان تایغونشای و ناظر عاید به زیرآوری هنگام جنبستی معرکه 16 روزی علیه خشونت نسبت زنان اطلاع داد. همچنین تاکید گردید که در این دوره به شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند وابسته به زیرآوری در عائله 145 عرض و شکایت‌های شهروندان وارد شده است. از این شماره نسبت مردان 127 عدد، نسبت زنان 18 عدد شکایت به قید گرفته شده است. در دوره 11 ماه سال 2020 باشد در حدود شهر خوجند 10 جنایت‌ها به قید گرفته شده است. از روی ماده 110 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی 3 جنایت، از روی ماده 111 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان 3 جنایت، از روی ماده 117 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان 3 جنایت، از روی ماده 104 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان 1 جنایت وابسته به زورآوری در عائله صادر و به قید گرفته شده‌اند. معرکه 16 روزی علیه خشونت نسبت زنان تحت عنوان حیات بدون زیرآوری و مراسم گواهنامه سپاری به دستپروران مکتب زن و سیاست جنبست کرده شد. چاره‌بینی مذکور در تالار مهمانخانه سوغدیان شهر خوجند برگزار گردید. در همایش سردار ریاست کار با زنان و عائله ولایت سوغد خورشید خواجه‌زاده، معاون رئیس شهر خوجند فیروزه نورالله‌زاده، نمایندگان مقامات پروکراتور سود، شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند، راهبران ساختارهای مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند، سوبیکتان پیشگیری کننده زیرآوری در عائله، روزنامه‌نگاران، فعال زنان، نمایندگان ساحه تندرستی، تشکیلات‌های جمعیتی و نمایندگان دین اشتراک داشتند. خشونت در شهر خوجند تماما نباشد و به جای آن زندگی همه وقت با محبت شیرین باشد. همون محبت در دل ما، در خانه ما، در فکر ما، در زندگی ما همه وقت سرشار باشد. فیروزه نورالله‌زاده، معاون رئیس شهر خوجند تاکید نمود که در جهان معاصر زیرآوری در عائله ظهوراتی پهن گشته بوده. برطرف نمودن آن مسئله مهم اجتماعی ارزیابی می‌گردد. یکی از مشکلات جامعه این زیرآوری در عائله میباشد که همچون مشکلات مبرم نه تنها در حدود کشور بلکه بیرون از آن به شمار می‌رود. با برابر پیوسته اندیشیدن تدبیرهای مشخص همانو در جامعه صفی جداشوی عائله ها، زورآوری در عائله، دست به جنایت زدن جوانان و بانوان، خودکشی و سوءقصد به جان خود تدریجاً رو به افزایش نهاده ایستاده است. خورشید خواجه‌زاده، سردار ریاست کار با زنان و عائله ولایت سوغد تاکید نمود که عائله همچون عنصر اولین جامعه اعتراف شده است. حفظ عائله در کشور ما تحت حمایه مخصوص دولت قرار دارد. پیشگیری و حل مشکلات زیرآوری در عائله نه تنها وظیفه ساختارهای دولتی بلکه تمام جامعه به حساب می رود. اصلا ما اقدام گرفته بودیم در آغاز معرکه اطلاعاتی کلمه زیرآوری، کلمه خشونت را به زبان نمیگیریم. برعکس ما اقدام امساله گرفته بودیم که در نظر کار با عائله با تشکیلات‌های جمعیتی با دیگر گروه‌های جمعیتی که ما امروز میگوییم که در جامعه تنها محبت، تنها مهر، تنها صداقت، تنها وفاداری تعیین انداز می‌گردد و بگذار در عائله حالی که ما و شما در حقیقت مهر باشد، محبت باشد، سرچشمه بنیاد عائله جوانان تنها سرشار مهر و محبت و تنها در همین عائله ها خنده کودکان نوید باشد و نمیخواهیم که امروز یگان عائله، یگان اعضای عائله دیگر این موانع خشونت و زیرآوری در عائله خود دیده باشد. همچنین در همایش برای همکاری و سهمگذاری در معرکه اطلاعاتی بخشیده به 16 روزی علیه خشونت نسبت زنان 5 نفر روزنامه‌نگاران فعال با سپاسنامه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند قدردانی شدند. همزمان و 26 نفر دستپروران مکتب زن و سیاست گواهنامه‌ها عاید به ختم آن تقدیم کرده شد. در مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند کرسی مکتب زن و سیاست عمل می‌کند. تعلیم آن 3 ماه دوام می‌نماید. دانشجو دختران فعال برای در آینده همچون زن سیاستمدار، زن سرور شدن در این مکتب تحصیل می‌نمایند. بنده از نام خود و از نام کل شنوندگان
کورسی آموزشی زن و سیاست مینداری صمیمانه خویش را اولا به قاصد صلح تاجیکان، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، و رئیس ولایت صلح محترم رجب بای احمدزاده، و رئیس شهر خوجند فردوس شریفزاده و مقامات اجرای محلی حاکمیت دولتی شهر خوجند میرسانم که جهت ما زنان و بانوان چنین غمخواری ها را ظاهر می نمایند. در چاره‌بینی حیات بدون زیرآوری و شنوندگان کرسی زن و سیاست نمایندگان تشکیلات‌های جمعیتی گلرخسار سرچشمه اشتراک داشتند. سرور اجرایی تشکیلات جمعیتی مرکز اجتماعی حقوقی سرچشمه لبا فدات و نیز سخنرانی نمود. همچنین سابقه‌داران مهنت، فعال زنان از جمله مکرمه بزرگ و شجاعت حسن و در چاره‌بینی برای پیشگیری از زیرآوری و تربیت نمودن زن سیاستمدار سخنرانی نمودند. Наши уважаемые, на самом деле, молодые девушки, прекрасные, наше будущее, как уже до этого говорили здесь. Спасибо вам огромное, что вы здесь, что мы вместе можем делать такое благородное, замечательное дело. شما جوانان رو انتخاب کرده، خواهش خودتون کرید، امروز خوب تشکیل کرده. ما با کلمه آینده تیار کردیم در خود. آینده از آن شما ما کردیم، ما توانستیم درخت شناندیم، آباد کردیم، سبزاندیم، حاصلش گرفتیم و خود حاصل دادیم و آن درختایی که شناندیم که ثمره گرفته و امروز این زن و سیاست نهایت این کاری مشکل است. حاضر به دوش گرفته استادتان، لیکن در اینجا شما دلیریتان، شجاعتتان و یک جوان مهر و محبتی که چخیل معلمه گفتن نسبت خلق و وطن باشد اگر در همه وقت شما همه مشکل های در پیش استاده، همه بلنده های پستی کرده استاده پیش رفته میتوانید. فقط استوار باشد، فقط برای این دلی بزرگ، اراده مستحکم و غمخوار بودن نسبت به دیگران. 16 روزی علیه خشونت نسبت زنان تحت عنوان حیات بدون زیرآوری و گواهنامه سپاری به دست پروران مکتب زن و سیاست با صحبت و مشورت‌های مفید حسنی انجام یافت. گزارشی سومن حمید و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.